ریاست کارهای داخلی ولایت سوخت از آشکار و پیشگیری شدن یک بار 3 جنایت آدمکشی خبر داد و گفت یک زن 52 ساله ساکن جماعت کلکند در کنار شهر اسفره و فرزند او با اتهام فرمایش قتل 3 نفر و جلب کیلر برای انجام این قتل ها دستگیر شدند. اکبر شریفی سخنگوی ریاست کارهای داخلی ولایت سوخت گفت مغفرت قادرو سال تولدش 1970 و پسر او نیمجان ولیف با 1 نفر برای کشتن برادر شفرش عبدالسلام ولیف سال تولدش 1964 و همسر او منیره معدمینووا سال تولدش 1965 ساکن جماعت کلکند همچنین کشتن یک زن ساکن شهر خوجند $5000 وعده دادند. این زن از خوجند که باعث کشته میشد همسر 35 ساله مردی بود که مغفرت قادر و با وجود زنده ولی در محبس بودن شفرش با این مرد روابط عاشقانه داشته است. سبب فرمایش قتل برادر شفرش و همسر او را دادن قادر و به گفته تفتیشات مناقشه اولیوی برای خانه و زمین بود است که از والدان شفر او به فرزندانش میراث مانده بود. به گفته جبر دیده ها قادر و از آنها طلب میکرد که این خانه حق اوست و آنها باید خانه و اولاد را خالی کرده به او بدهند. خود قادر و در گزارش نشر شده اشک در چشم نقل کرد که همین خیل مرا عذاب دادند که مجبور شدم. گفتم که همین خیل آدم نیست که همین ها را نیست کند. گفت که من میتوانم، من میکنم، میلش کن. گفتم. پسر قادر و نیمجان ولیف در گزارش اقرار کرد که به صورت حساب نفری که کشتن این 3 نفر را به گردن گرفت یک بار 10,000 سومونی و یک بار دیگر 6,000 سومونی گذرانیدند. فرمایشگران به او کیلر گفتند که مبلغ باقی مانده را بعد کشتن آن 3 نفر وقتی که وی عکس‌های کشته شده ها را گیرد و به آنها نشان دهد پرداخت خواهند کرد. عبدالسلام ولی و همسرش میگویند مقصدش فقط یک چیز بوده است، ما را کشتن و خانه را از خود کردن. ولی کیلر ظاهراً یا از عاقبت قتل یک بار 3 نفر ترسیده است و یا به گفته اکبر شریفی غیر قانونی بودن این عمل را احساس کرده است و به جای اجرای فرمایش به مقامات میلیسا درباره آمادگی به صادر کردن چنین جنایت‌های وزنین خبر داده است. طوری از ثبت‌های فوری نشر شده برمی‌آید کارمندان بخش کوفتکوف جنایتی ریاست وزارت کارهای داخلی ولایت سوخت برای بازداشت فرمایشگران قتل یک بار 3 نفر را با ساختن حالت سنی کشتار عملیات مرکب فوری و تفتیشاتی را برا انداختند. آنها از جمله به سر و روی آنهایی که باید کشته می شدند رنگ سرخ مانند به خون ریخته آنها را با سر و تن خونالود و دستهای بسته در باردان یک ماشین سبکرو انداختند و کیلر در همین حالت آنها را عکس گرفته به فرمایشگران فرستاده است و از اجرا شدن فرمایششان خبر داده است. در رابطه با این حادثه نسبت به مادر و پسر بر اساس ماده های 32 قسم 3 104 قسم 2 کودکس جنایتی تاجیکستان با اتهام سوء قصد به کشتن 3 نفر پرونده جنایتی گشودند. به مادر و پسر همچون جزا بر اساس این بند قانون از 15 تا 25 سال زندان یا حبس عمرباد تهدید میکند.